سلام علیکم و رحمت الله. نماز عید از نمازهای واجب است. 2 رکعت نماز اذان اقامه هیچی نداره. یعنی سلات میگن، همه تیار میشوه، صف میکشن، صفورات درست کردن، با جماعت خونده میشوه. نماز حکمش نماز واجبه با تکبیراتش. 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز عید فطر یا عید قربان اگر باشه، عید قربان با جمعی تکبیراتش که واجب همین وقت است. وقتی که بر من از روی آدم و قبله من جهت خانه کعبه خالصا لله تعالی الله اکبر. خب وقتی که نیت کرد، طرز خوندنش به همین شکل. وقتی که نیت کرد سبحانك اللهم، بعد تکبیر تحریمه سبحانك اللهم میخونی و 3 بار تکبیر میگوی. الله اکبر، دستا را به گوش میبری، هوی میکنی، نمیقپی. الله اکبر، دست به گوش میبری و با قدت راست میکنی. الله اکبر 3 بار الله اکبر. پس تکبیرات الاحرام که گفتی سبحانك اللهم میخونی، 3 بار تکبیر میگوی، دستا را میبری بازی گوش، بعد با راست به قدت راستشون میکنی. بعد 3 بار تکبیر گفتن دستا را میقپی و بعد الحمد قطع یک سوره میخونی. مثلا سوره سبح اسم را اگر بخونی با بهتر ثوابش، برای که در همو اشاره به همین بحث عید شدگی ایده. قد افلح من تزکه و ذکر اسم ربه فصلی. همراه میگن که تزکاش درباره قربانی ایا، قد افلح من تزکه و ذکر اسم ربه فصلی، سلاش درباره نماز عید، همین تفسیر شدگی. خب به هر حال در رکعت اول بعد الحمد سوره سبح اسم را میخونی و بعد رکوع سجود میخزی. رکعت دوم هم سوره الحمد میخونی، یا سوره دیگه میخونی و شمس بخونی. با بهتره که با او جمع همین بحثی قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بعضیا همین تفسیر کردگیان درباره تزکیه نفس گفتگیان، بعضیا درباره قربانی گفتگیان. به هر حال و شمس اگر بخونی نخونی قل هو الله انا انزلناه سوره که بخونی. وقتی که سوره را ضم سوره را که تمام کردی، پیش از رکوع رفتن 3 بار با تکبیر میگوی الله اکبر، دستا را بازی گوش میبری، هوی میکنی الله اکبر الله اکبر. 3 بار تکبیر را که گفتی تمام شد، بار چهارم الله اکبر میگوی، رکوع میرای، ده سجده میکنی، میشینی، اتحیات قطعی درود میخونی و اللهم اغفر، سلام میدی. تمام نماز به همین تمام میشوه. خب نماز که تمام شد، این بخلاف نماز جمعه خطبه هاش بعد نمازه. در نماز جمعه پیش نماز میخونی، خطبه را میخونی، بعد نماز فرض میخونی، درست؟ در اینجا نماز میخونی بعد خطبه را میخونی. باید مردم بشینن، سلام که دادن امام میخزه رو به مردم یکم چوبه در دستش میگیره یا عصای میگیره، وش ضرورت نداره، ولی به هر حال خطبه میخونه. 2 خطبه میخونه. خطبه خیلی مختصره، امر معروف میکنه، حمد و ثنا میگه، یک آیه را تفسیر میکنه یا حدیثه، یا که هیچی هم که نگفت یا آیه را میخونه، حمد و ثنا باید بگوی. حمد و ثنا گفتن جزو خطبه واجبه. بین خطبه دا میشینی چند ثانیه، 4-5 ثانیه با میخزی، خطبه دوم میخونی، بعد دعا میکنی، با همین نماز تمام میشوه. اما اینکه حکمش در محله ها در خونه ها خونده میشه، بله در شرایط عادی حتی در محله ها اجازه داده، یعنی که در محله ها مردم اون محله جمع شدن، در نماز خونه های 5 وقته هم اجازه های نماز عید. رنگ نماز جمعه سخت گیری نیست، در نماز جمعه مقدار سخت گیری، نماز عید اجازه دادگیان. البته در وقتی که حکومت های اسلامی باشه، خلافت باشه، مصلاها میگفتن، نمازگاه میگفتن، یعنی جای مخصوصی که از شهر بیرون میرفتن میخوندن. ولی در شرایط عادی حاضر در نماز خانه های جمعه یا 5 وقته میشه و خونده. همچنین در شرایط کرانتینی که حاضر ما داریم در خونه ها میشه و خونده، هیچ باکی نداره، به خاطر ضرورت میشه و همین 10-15 نفر که جمع میشوند نماز عید خونده بشه و بهترین میشه. خداوند ان شاء الله که عید به هممون مبارک بگردونه، عاقبت هممون به خیر بگردونه و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیمون بگردونه. یا روایت از حضرت علی نقل شده است که حضرت میفرمایند که کل یوم لم یعص الله فیه فهو عید. هر روزی که بنده مؤمن اگر عبادت خدا را بکنه و در او روز گناه خدا را نکنه، معصیت الله نکنه، اگر او روز عید حساب می شود. ان شاء الله که همه روزمون عید باشه و خجسته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.